گلهای صحرایی، برنامه شماره 40. دامن از دست من می کشانی ولی ناز چشمت زند بر دگر میزنی راه دل میبری صبر دل ناز شستت به بوده چه سازد روانم در پی جادوی تو چه آسان دوانم تو از کنارم چو بوی گل می گریزی،
تا از کنارم چو بوی گل می گریزی، با من و دلم چون شب و سحر در ستیزی. شبم نگر بی فروغ مهت بس سیاه است، یا ببین که یاد روی تو به آشیانه‌ام به آسمان دل روشن افزار همچو ماه است.
روشن تو همچو ماه که سویت روانم در پی جادوی تو چاسان دوانم گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. آهنگ محلی که با صدای خانم الهه شنیدید داغستانی بود که به اهتمام آقای جواد معروفی تنظیم و هارمونیزه شده است. ترانه از کاوه، پیانوی آقای روحانی، گوینده روشنک.